مرا نبر. راه کجا میبری؟ غذایی برای ما آماده نمی کند. صبح و ظهر و شب میگوییم چه داری؟ میگوید شیر خر شیر خر شیر خر. میبرم خودش را بخورم. نه مرا نخور، این گوخوری ها به تو نیامده. مرا نبر. یا به مانند من گیاهخوار شو. همش فست فود. عشقم میشه حداقل امشب فست فود نخوریم؟ قربونت برم، معده‌م اذیت میشه به خدا. بابا چه مرگت مردی که مگه نمیبینی دارم مدیتیشن میکنم؟ خراب کردی تمرکزمو. همین ماه پیش برات یه ظرف برنج گذاشتم جلوت، حناق کردی. دیگه هر دقیقه نمیتونم قربونت برم دم گاز وایسم. شرمنده تو رو خدا.